خب یه نرم افزار نصب کنیم. چرا نصب نمیشه؟ بارها شده که با این ارور روی صفحه گوشی‌های شیائومی یا روی گوشی‌های دیگه مواجه شد. این ارور به دلیل اختلال توی نرم افزاریه که نصب نرم افزارهای دیگر رو بر عهده داره. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، میخوام سایتمو بهتون معرفی کنم. bartarrepair.com. میتونید برین توی سایت و از بخش وبلاگ مقالات آموزشی ما رو بخونیم و اطلاعاتتون در مورد تعمیرات موبایل بالا ببرید. برای حل این مشکل چندین تا راه داریم. اولین راه اینه که یه آپدیت بکنیم گوشی. من برمیگردم میام توی تنظیمات About Phone، روی میای ورژنم کلیک میکنم. این قسمت به من میگه که شما هیچ آپدیتی ندارین چون گوشی آخرین ورژنه. چندین بار روی میای 14 کلیک میکنم تا این پیغام بهم نمایش داده بشه. روی سه نقطه بالایی میزنم و دانلود لیتست پکیج رو کلیک میکنم. همونطور که میبینین شروع کرده به دانلود آخرین فایلی که روی گوشی باید نصب بشه. بعد از اینکه دانلود تموم شد روی گزینه اینستال کلیک میکنم. گوشی چند بار ریستارت میشه و پکیج آپدیت میشه. ویدیو رو پاز میکنم تا آپدیت تموم بشه و بعد براتون میگیرم دوباره. خب دانلود تموم شد و به صورت خودکار رفته روی آپدیتینگ. این مرحله هم یه چند دقیقه طول میکشه. خب آپدیتینگ هم تموم شد و یه گزینه ریبوت ناو اینجا برای ما نمایش داده شده. روی ریبوت ناو که بزنم گوشی ریستارت میشه، میاد بالا و آخرین ورژن فایلی که برای این گوشی اومده دوباره روش نصب. من ویدیو رو سریع میکنم که وقت شما گرفته نشه. خب گوشی اومد بالا، بریم تست کنیم ببینیم مشکلش حل شده یا نه. یه نرم افزار من دانلود کرده بودم، میرم که همون رو دوباره نصب کنم. خب روی نرم افزار کلیک میکنم و اینستال رو میزنم. ببینیم که هنوز مشکل پابرجاست، اما احتمال 90% وجود داره که مشکل حل بشه. میریم سراغ روش دوم. تو این روش میخوام که گوشیمو فکتوری ریست کنم. دقت داشته باشیم با این کار همه اطلاعات روی گوشی از بین میره. اول باید گوشیمو با استفاده از کلید پاور خاموشش کنم و بعد از اینکه خاموش کردم ولوم بالا و کلید پاور رو همزمان نگه میدارم و وقتی که لوگوی شیائومی رو دیدم جفتشون رو با هم رها میکنم. منتظر میمونم تا وارد منوی ریکاوری بشم. اینجا تاچ کار نمیکنه. با کلیدهای ولوم بالا و پایینش میکنم، میام رو گزینه وایپ دیتا، با کلید پاور انتخابش میکنم، دوباره میام پایین وایپ اول دیتا انتخاب میکنم و کانفرم رو کلیک میکنم. تمامی اطلاعات روی گوشی پاک شد. دوباره پاور رو میزنم، ریبوت رو میزنم و ریبوت تو سیستم. یه مقداری بعد از فکتوری ریست حدود 4 دقیقه طول میکشه تا گوشی بیاد بالا. من ویدیو رو پاز میکنم و گوشی که اومد بالا بقیه مراحل رو با هم طی میکنیم. خب بعد چند دقیقه گوشی بالا اومد و الان باید مراحل ستاپ رو انجام بدیم. من ویدیو رو سریع میکنم تا وقت شما گرفته نشه. خب همونطور که میبینیم بعد از فکتوری ریست مشکل گوشی من حل شد و برنامه داره به خوبی نصب میشه روی گوشی. منتظر میمونم تا کامل نصب بشه و برنامه نصب شد و به خوبی داره اجرا میشه. موفق باشید.